نونی کمیته جایزه صلح نوبل ماریا کورینا ماچادو را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب کرد. ماچادو رهبر مخالفان دولت ونزوئلاست. این انتخاب بار دیگر موجب جنجال در فضای رسانه‌ای جهان شد. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با دکتر کامبیز کوهان، نوبل پژوه و پژوهشگر مسائل مهم از دانشگاه دانکی قبرس. آقای دکتر، برخی مدعی هستند که جایزه صلح نوبل از هدف خودش که برقراری صلح فاصله گرفته و برندگانش لیاقت چنین دانشی رو ندارن. ببینید، اگر یک نفر حتی نیم خط از تاریخ خونده باشه همچین خوزعبلی رو نمیگه. بله. جایزه صلح نوبل همیشه دقیق ترین جایزه تمدن بشری بوده، هست و خواهد بود. بله آقای دکتر، لطفاً مقداری بیشتر توضیح بدید که این خانم چرا در واقع لایق جایزه صلح نوبل بوده؟ ببینید، این خانم حامی اسرائیل بوده و این خودش ته صلح و دوستیه. چند بار هم از ترامپ خواسته به کشورش یعنی ونزوئلا حمله نظامی بکنه. بله. تا در اونجا هم مثل سایر نقاطی که آمریکا بهش حمله کرده صلح ایجاد بشه. کدوم نقاط؟ فلسطین، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و اخیراً هم یه تلاش‌هایی رو در ایران داشته. این مدل جایزه صلح دادن آیا سابقه داشته؟ بله، مهمترینش همین هنری کیسینجره. در زمانی که اون وزیر یا مشاور امنیت ملی آمریکا بود، فقط در یک مورد چندین میلیون تن بمب رو روی کامبوج و لاوس ریخته و بله. چند صد هزار نفر رو کشته. این یک تلاش بزرگ برای برقراری صلح بود و تهش هم خب به حقش رسید. آیا موارد دیگه‌ای هم هستن؟ بله آقا، همین شیمون پرز معروف، اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل، باراک اوباما، همین هنری کیسینجر خودمون، اتحادیه اروپا. به طور کلی این خانم ماریا کورینا ماچادو شاگرد اینا حساب میشه. آقای دکتر کامبیز عزیز، ممکنه برخی براشون سوال بشه که چطور ممکنه یک عده جنگجو جایزه صلح نوبل بگیرن. البته من خودم اطلاع دقیق و کامل دارم، اما برای مخاطبان در واقع میخوام لطفاً طوری توضیح بدید که شیرفهم بشه. بله متوجه شدم. ببینید، همین بمبارون ها و کودتاها برای صلحیه که بالاخره قراره یک روزی بیاد. ما در دانشگاه دانکی قبرس یک پژوهش رو انجام دادیم و این رو باید خدمتتون عرض بکنم که صلح و جنگ مثل دو تا بال یک شترمرغن که اگه یه دونش نباشه اون شترمرغ نمیتونه درست پرواز بکنه. شترمرغ؟ بله، شترمرغ. اصلا اگه جنگ نباشه که صلح هم بی‌معنیه. الان من و شوهرعمه شما میتونیم با هم صلح بکنیم؟ مگه بین شما نهیهی مونه؟ بله؟ نهیهی مونه؟ دقیقی؟ مگه بین شما نهیهی مونه؟ درگیری. آفرین، همینه. صلح وقتی معنا پیدا میکنه که جنگی وجود داشته باشه. پس کسی که جنگ رو راه میندازه نصف راهو رفته. اتفاقا طبق آمار جنگ بسیار پرهزینه تر و سختتر و دشوارتر از پذیرش صلحه. بله؟ دوست عزیز، من به شما یک پیشنهاد خیلی خوب میکنم که حتما در کلاس های تمرین بیان شرکت بکنید. قطعا برای آینده کاریتون خوبه. نه آقای دکتر، چی میگفتم؟ باراک اوباما جایزه صلح گرفته. میدونید چقدر هزینه کرده برای اون بمبایی که ریخته رو سر ملل مختلف در جهان؟ اگه ایشون آتش جنگ رو به این شدت تو خاورمیانه شعله‌ور نمی‌کرد که خب صلح خاورمیانه چه اهمیتی داشت؟ الان قبایل باچائو تو آفریقا همه با هم متحدن، چندین ساله. شما میتونی اسمشو بذاری صلح؟ نه، کافیه فقط یک نفر از خودگذشتگی بکنه و یه موش این وسط بدونه و اینا رو به جون هم بندازه. اون وقت اینا قدر صلح رو میدونن. صلح بسیار دلچسبه. اصلا جنگ بدون صلح صلح بدون جنگ مثل قهوه بدون کافئین میمونه. حتی برخی جنگ رو اصطلاحاً اکتیو پیس یا صلح فعال نامیدن. بله، ممنونم از دکتر کامبیز کوهان، نوبل پژوه و پژوهشگر مسائل مهم از دانشگاه دانکی قبرس.